بدون شکر، بدون تخم مرغ، یک کیک هویج فوق‌العاده. مواد تر رو با هم مخلوط میکنم. شیره خرما، سس سیب، کره بادوم و روغن کنجد، اینم از شیر گیاهی. حالا نوبت گردو و هویج، کاملا مخلوط میکنم. آردو از قبل الک کردم، بهش بیکینگ پودر و نمکم اضافه میکنم. آردو تو 3 مرحله به مواد تر اضافه میکنم. یادتون باشه آرومو تو یه جهت هم بزنین. خب قالبو از قبل چرب کردم. موادو میریزم داخلشو، روی موادو کاملا صاف میکنم. عالی شده. یک کیک سالم بدون شکر و بدون تخم مرغ، کنار خانوادتون نوش جانتون باشه.